لذا دوستان جوان، هفته آینده انشالله جشن 12 جمهوری اسلامی برگزار میشه. 12مین جمهوری. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته که روحانی در انتخابات ترور میشه. الان لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته که مصاحبه کرده، خبرگزاری هم منتشر کردن، چند پیش گفته که رئیس جمهور ایران موقع انتخابات ترور میشه. اینو باید جدی گرفت. رژیم صهیونیستی میگه برای فتنه ممکنه این اتفاق بیفته. آمریکایی‌ها یه سریال هایی میسازن برای تلویزیونشون که به مردمشون و به مردم دنیا تصویری بدن از یه واقعی که قرار اتفاق بیفته. در فصل 8 این سریال که سال 88 ساخته شده، سال 89 پخش شده، 6-7 سال پیش، رئیس جمهوری در ایران سر کار اومده که اسمش حسنه. برادری داره که تو همه کاری دخالت میکنه، اسم برادرش تو فیلم فرهاده. رئیس جمهور آمریکا که روبروی اینه تو مذاکره، یه زنی شبیه کلینتون، فکر نمی‌کردن که کلینتون رای نیاره ترامپ بیاد سر کار. تعداد سانتریفیوژایی که از ما پذیرفته شد تو برجام چقدر بود؟ 5600. تو اون سریال تعداد سانتریفیوژایی که تو مذاکره از ما پذیرفته میشه 6000 تاست. ببین چقدر نزدیکه. بله مذاکره انجام میشه اونجا، این رئیس جمهور ایران رفته اونجا، دارن مذاکره میکنن با اون زنه که مثلا حالا کلینتونه. بالاخره مذاکره انجام میشه و توافقات صورت میگیره. نیروهای مخالف رئیس جمهور ایران که این انقلابی‌ها که مخالفن رئیس جمهور ایرانو میکشن. اینو در آوردیم و به تعداد از مسئولین دادیم، گفتیم آقا جان اینا 7-8 سال پیش بینی کردن این مذاکرات انجام میشه، رئیس جمهور هم اون زن است و تو اینجا هم حسن و بعدم کشته میشه و فلان. آقا این توطئه است، مراقب باشید. اسرائیل هم که همچین حرفی بلند شده زده. لذا این محافظین رئیس جمهور رو چند برابر کنید و حواستون باشه، مردم هم حواسشون باشه، طرفدار خود رئیس جمهور هم حواسشون باشه، دشمن یه توطئه‌ای تو این قضیه داره. این موارد رو دوستان باید مد نظر داشته باشن. ما در 10 روز آینده باید به شدت هوشیار باشیم، مراقب فتنه‌های دشمن باشیم، بیخبر نباشیم. خیلی حساس این گردنی مهم تاریخی که در پیش رو داریم.